چمنی دنگرتا سرتون کن دنگادا. یک انسان چطور تبدیل به هیولا میشه؟ یک ملت چطور حافظش را از دست میده؟ اینا سوالایی نیستن که جواب ساده‌ای داشته باشن، اما سینمای کره جنوبی در دهه 90 میلادی تصمیم گرفت با شجاعت بهشون جواب بده. در این قسمت از تاریخ سیاسی سینما قصه ما از روزی شروع میشه که فریاد آزادی خواهی با صدای گلوله خاموش شد و یک ملت مجبور شد برای سالها دردش رو قورت بده. این روایت فقط داستان یک قیام خونی نیست، داستان اینه که چطور هنر میتونه تبدیل به حافظه و وجدان یک جامعه بشه و از ما بپرسه اگر تو در اون لحظه تاریخی بودی کدوم طرف وای میستادی؟ کره جنوبی دهه 80 میلادی، دورانی که سایه سنگین دیکتاتوری نظامی روی سر مردم بود. قصه ما از سال 1979 شروع میشه، وقتی دیکتاتور وقت ترور شد و کشور توی یک خلأ قدرت فرو رفت. طولی نکشید که ژنرال ژاه طلب با یک کودتای نظامی در دسامبر همون سال قدرت رو قبضه کرد. اوضاع روز به روز بدتر میشد چون دوهان در می 1980 حکومت نظامی رو سراسری اعلام کرد. دانشگاه ها رو بست، جلو دهن رسانه ها رو گرفت و هر صدای مخالفی مخصوصا از طرف دانشجوها رو خفه کرد. اما تو شهر گوانگجو مردم دیگه طاقتشون تاق شده بود. روز می 1980 دانشجوهای دانشگاه چوسون گفتن دیگه بسه و تظاهرات را انداختن. ارتش با باتون و چاقو و تفنگ ریخت سرشون، اما مردم به جای فرار محکم ایستادند. اعتراض به یک قیام بزرگ تبدیل شد. مردم اسلحه دست گرفتن، کلانتری ها رو گرفتن و برای چند روز شهر رو از چنگ ارتش درآوردن. ولی این مقاومت زیاد طول نکشید. روز 27 می ارتش با یه حمله وحشیانه برگشت و همه چی رو به خون و خاک کشید. آمار رسمی میگه 200 نفر کشته شدن، ولی گزارش های مستقل میگن بین 600 تا 2000 نفر جونشون رو از دست دادن. خیلی ها هم گم و گور شدن و هیچ وقت جنازهشون پیدا نشد. وقاحت حکومت به جایی رسیده بود که حتی به آمبولانس ها و بیمارستان ها هم حمله می کردن. حکومت تا سالها روی این فاجعه سرپوش گذاشت و اسمش رو گذاشت آشوب کمونیستی. رسانه ها حتی جرئت نداشتن کلمه قیام رو کنار اسم گوانگجو بیارن. بعد از این کشتار یک سکوت مرگبار جامعه کره رو فلج کرد. خانواده های زیادی عزیزانشون رو گم کرده بودند بدون اینکه حتی حق داشته باشن علنی عزاداری کنن. این زخم عمیق روح جمعی یک ملت رو برای سالها زخمی کرد. همزمان کشور داشت یک رشد اقتصادی عجیب و غریب رو تجربه میکرد که بهش میگفتن معجزه روی رود هان. اما این توسعه و پیشرفت به قیمت آزادی و عدالت بود. انگار رشد اقتصادی رو با خون مردم خریده بودن. حالا برسیم به جایی که سینما وارد داستان میشه. وقتی اوضاع تو دهه 90 آرومتر شد، فیلمسازا تصمیم گرفتن این زخم ها رو باز کنن و حقیقت رو نشون بدن. 2 فیلم مثل مشعل این راه رو روشن کردن: گلبرگ و آبنبات نعنایی. اول بذار از گلبرگ بگم که سال 1996 اکران شد. داستانش درباره یه دختر 15 ساله است که تو قیام گوانگجو مادرش رو جلوی چشمش کشتن. سالها بعد تو خیابونا ول میگرده با ذهنی که از اون کابوس جدا نمیشه.
یه مرد غریبه بهش پناه میده ولی نمیدونه این دختر چه بار سنگینی رو دوششه. فیلم با فلش بک های تند و تیز، کشتار و آتش و وحشت خیابون های گوانجو رو نشون میده، اونم نه با ملاحظه بلکه عریان و بی پرده. این اولین باری بود که یک فیلم کره‌ای اینجوری مستقیم سراغ گوانجو رفت. وقتی اکران شد انگار یک بمب ترکید. مردم که سالها ساکت مونده بودند دیگه طاقت نیاوردند و خواستار حقیقت شدند. دولت هم مجبور شد بعضی از پرونده های قدیمی رو باز کنه. گلبرگ فقط یک فیلم نبود، یه آینه شکسته بود که صورت واقعی تاریخ رو نشون داد و وجدان مردم رو بیدار کرد. بعدش نوبت آبنبات نعنایی میرسه که سال 1999 اومد. این فیلم یه جور دیگه داستان رو میگه. با خودکشی یه مرد شروع میشه و بعد مثل یه فیلم که برعکس پخش میشه زندگی اون مرد رو از آخر به اول نشون میده. میبینیم که از یه کارمند افسرده به یه پلیس خشن، به یه سرباز تو گوانجو و آخرش به یه جوون عاشق و پرامید میرسه. تو آخرین سکانس کنار ریل قطار فریاد میزنه برگردیم، من هنوز خیلی چیزا رو میخوام. این فیلم فقط درباره گوانجو نیست، درباره اینه که چطور یه آدم معمولی زیر چرخ دنده های تاریخ له میشه. از روزای دیکتاتوری دهه 80 تا بحران اقتصادی 1997 همه چی تو سرنوشتش اثر گذاشته. وقتی اکران شد مردم رو به فکر برد که ما کجای تاریخمون اینجوری شدیم، کجا دیگه ظلم رو ندیدیم. این فیلم با رنگ و نور و روایت معکوسش انگار یه نقاشی تلخ از زندگی تو اون دوران بود. 정말 꿈이었을까요? 영호 씨가 꿈이요. 좋은 꿈이었으면 좋겠어요. 아저씨 무슨 사연 있는 분 같아. 그죠? 당신 보고 싶어요. 당신 지금 장난하는 거지? 그 여자가 이제 와서 왜 날 찾아? در نهایت سینمای کره جنوبی در دهه 90 تبدیل به وجدان زخمی ملت شد. فیلم گلبرگ اون زخم رو از زیر خاکستر بیرون کشید و فیلم آبنبات نعنایی نشون داد که این زخم چطور یک انسان رو از درون متلاشی میکنه. این دو فیلم ثابت کردن که سینما فقط برای سرگرمی نیست، میتونه آینه تاریخ باشه، میتونه مثل چاقوی جراحی قده‌های چرکین رو باز کنه و مهمتر از همه میتونه ما رو وادار به پرسیدن درباره وجدان، قدرت و آینده بکنه. سینمای کره جنوبی با این دو فیلم ثابت کرد که بیشتر از سرگرمی بود. سینما شد یه جور حافظه دوم برای کره جنوبی، جایی که حقیقت‌هایی که دولت سعی کرده بود پاک کنه زنده موندن. فیلم گلبرگ وجدان رو از زیر خاکستر بیرون کشید. آبنبات نعنایی نشون داد چطور تاریخ آدما رو نابود میکنه. اینا فقط فیلم نبودن، یه فریاد بودن، یه آینه بودن و یه راه برای روبرو شدن با گذشته. قدرتشون این بود که نه فقط قصه گفتن بلکه سوالای بزرگ ساختن. ما کی هستیم؟ چی شدیم؟ و قراره چی کار کنیم؟